ویزای توریستی کانادا مجوزیه که به افراد اجازه میده برای مدت معین به این کشور سفر کنند. این ویزا مخصوص افرادیه که قصد دارن برای گردشگری، دیدار از خانواده یا دوستان یا شرکت در فعالیت‌های فرهنگی و تفریحی وارد کانادا بشن. با دریافت این ویزا مسافران میتونن از جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی کانادا بازدید کرد و تجربه متفاوت از این کشور داشته باشن. کانادا با جاذبه‌های طبیعی بسیار زیبا، شهرهای مدرن و تاریخ فرهنگی غنی، مقصدی جذاب برای گردشگران از سراسر دنیا به شمار میره. دریافت این ویزا نیازمند طی مراحل مشخص و ارائه مدارک ضروریه که باید با دقت انجام بشه. اقتصاد کانادا یکی از بزرگترین و پایدارترین اقتصادهای جهانه. این کشور منابع طبیعی ارزشمندی مثل نفت، گاز و معادن داره. علاوه بر این، کانادا به عنوان یک کشور صنعتی پیشرفته در زمینه‌های فناوری و نوآوری هم جایگاه بالایی داره. زبان رسمی این کشور انگلیسی، فرانسوی و در برخی استان‌ها مثل کبک فرانسوی زبان اوله. کانادا به عنوان یک کشور چند فرهنگی شناخته میشه که پذیرای مردم از فرهنگ‌ها و قومیت‌های مختلف و این تنوع فرهنگی به ارزش اجتماعی فرهنگی اون افزوده. ویزای توریستی کانادا به افرادی که قصد بازدید از این کشور رو دارن اجازه ورود به کانادا میده و انواع مختلفی داره: سینگل اینتری و مالتیپل اینتری. ویزای سینگل اینتری به شما فقط اجازه یک بار ورود به کانادا رو میده و پس از خروج از کشور برای ورود مجدد نیاز به درخواست ویزای جدید خواهید داشت. اما ویزای مالتیپل اینتری به شما اجازه میده تا زمان پایان اعتبار ویزا چندین بار وارد کانادا بشید. این ویزا معمولا برای افرادی که نیاز به رفت و آمدهای مکرر به کانادا دارن مناسبه. معمولاً ویزای توریستی کانادا برای مدت زمانی بین 1 تا 10 سال صادر میشه، اما این مدت به تاریخ اعتبار پاسپورت شما هم بستگی داره و برای هر بار ورود به کانادا معمولاً اجازه اقامت تا 6 ماه داده میشه. بعد از این مدت باید از کانادا خارج بشید یا درخواست تمدید ویزا بدید. برای دریافت ویزای توریستی کانادا متقاضیان باید شرایط خاصی رو داشته باشن تا بتونن درخواست خودشون رو ثبت بکنن. متقاضی باید ثابت بکنه که پس از پایان سفر به کانادا به کشور خودش برمیگرده. مدارکی مثل اشتغال به کار، تحصیل یا داشتن خانواده و اموال میتونن این موضوع رو تایید کنن. باید نشون بدید که منابع مالی کافی برای هزینه‌های سفر و اقامت در کانادا رو دارید. این مدارک میتونه شامل صورت حساب‌های بانکی، نامه‌های حمایت مالی یا مدارک شغلی باشه. متقاضی باید گواهی عدم سوء پیشینه از مراجع قضایی کشور خودش رو ارائه بده تا نشون بده که سوابق کیفری نداره. در صورتی که سفر طولانی مدت باشه یا از کشوری با ریسک بیماری خاص باشید، ممکنه نیاز به انجام آزمایش‌های پزشکی و ارائه گواهی سلامت داشته باشید. اگر قصد دارید با خانواده یا دوستان در کانادا دیدار کنید، باید یه نامه دعوت رسمی از اونها داشته باشید که تایید میکنه مسئولیت‌های هزینه‌های سفر و اقامت شما رو بر عهده خواهند داشت. برای دریافت ویزای توریستی کانادا متقاضیان باید مجموعه‌ای از مدارک ضروری را تهیه و ارائه بدن تا فرآیند درخواست ویزا به طور کامل و دقیق انجام بشه. این مدارک شامل مدارک هویتی، مدارک مالی، مدارک شغلی، اسناد ملکی، برنامه سفر، دعوتنامه و مدارک خانوادگی میشه. دریافت ویزای توریستی کانادا شامل چندین مرحله مهمه که باید با دقت و به طور کامل انجام بشه. از ثبت درخواست آنلاین تا ارسال مدارک و پیگیری وضعیت درخواست، هر مرحله نقش مهمی در موفقیت فرآیند ویزا داره. ابتدا باید پروفایل آنلاین خودتون رو از طریق وبسایت رسمی اداره مهاجرت کانادا ایجاد کنید و مدارک مورد نیاز رو اسکن کرد و به پروفایل خودتون اضافه کنید. بعد هزینه ویزای توریستی کانادا و هزینه بیومتریک رو پرداخت کنید. پس از پرداخت، نامه درخواست بیومتریک برای شما ارسال میشه که باید به مراکز درخواست ویزا در کشور خودتون مراجعه کنید تا اثر انگشت عکس خودتون رو اونجا ثبت کنید. بعد از این، پس از انجام این مراحل، باید منتظر بررسی و نتیجه درخواست ویزا باشید که معمولا بین 15 تا 60 روز کاری زمان میبره. در صورت تایید، ویزای توریستی به صورت برچسب بر روی پاسپورت شما درج میشه. اگر مراحل پیچیده و زمانبر دریافت ویزای توریستی کانادا برای شما چالش برانگیزه، میتونید با خیالی راحت این مراحل رو با آژانس مسافرتی ماهبان تور بسپارید. این آژانس با تجربه و آگاهی کامل از فرآیندهای پیچیده درخواست ویزا به شما کمک میکنه تا تمامی مراحل رو به طور دقیق و صحیح طی کنید. از اونجایی که این فرآیند نیاز به تکمیل مدارک خاص و پیگیری پرونده داره، سپردن این مسئولیت‌ها به کارشناسان ماهبان تور میتونه از دغدغه‌های شما کم کنه. در عوض شما میتونید از وقت و انرژی خودتون برای برنامه‌ریزی دقیق‌تر و لذت بخش‌تر سفر به کانادا استفاده کنید و بدون نگرانی از تأخیر یا مشکلات احتمالی سفری مطمئن داشته باشید.
آژانس مسافرتی ماهوان تور یکی از ارائه‌دهندگان معتبر خدمات اخذ ویزای توریستی کانادا است. این آژانس با سالها تجربه در زمینه سفرهای خارجی، تخصص در امور مهاجرتی و توریستی به متقاضیان کمک می‌کنه تا پروسه دریافت ویزای کانادا رو با کمترین مشکل به صورت تضمینی طی کنه. برای دریافت ویزای توریستی کانادا توجه به نکات مهم میتونه شانس موفقیت درخواست شما رو افزایش بده. برای افزایش شانس پذیرش ویزا لازمه که تمامی مدارک مالی شغلی خودتون رو با دقت و به صورت شفاف تهیه کنید تا هیچ گونه ابهامی در مورد وضعیت شما وجود نداشته باشه. تهیه نامه پوششی باید شامل توضیحات کامل در مورد هدف سفر، منابع مالی که برای سفر خودتون دارید و دلایل بازگشت به کشور خودتون باشه تا نشون بده که شما قصد اقامت دائمی در کانادا رو ندارید. قبل از ارائه درخواست ویزا بهتره بلیط رفت و برگشت و رزرو هتل یا محل اقامت در کانادا رو مشخص کنید. این موارد میتونه نشون دهنده جدیت شما در برنامه‌ریزی سفر باشه. برای اطمینان از برگشت شما پس از پایان سفر، داشتن دلایل قوی مثل شغل ثابت، تحصیل یا اموال در کشور مبدأ بسیار اهمیت داره. اگر پیش از این سفرهایی به کشورهای دیگه هم داشتید، ارائه اطلاعات ویزاهای قبلی میتونه نشون دهنده رفتار خوب شما در سفرهای خارجی و کاهش نگرانی مقامات کانادایی باشه. در برخی موارد ممکنه نیاز به ارائه مدرک پزشکی برای اطمینان از سلامت شما وجود داشته باشه، به ویژه اگه سفر و مدت طولانی تری برنامه‌ریزی شده باشه. در صورتی که از شما مدرک اضافی خواسته بشه یا نیاز به اطلاعات بیشتری باشه، به سرعت و بدون تأخیر پاسخ بدید و پیگیری مستمر انجام بدید تا درخواست شما به تعویق نیفته. ویزای توریستی کانادا برای ایرانیان فرصتی عالی برای بازدید از یکی از جذاب‌ترین کشورهای جهانه. این ویزا به افرادی که قصد سفر به کانادا برای گردشگری، بازدید از خانواده و دوستان، شرکت در رویدادهای مختلف دارند، اجازه میده که برای مدت زمان مشخصی وارد این کشور بشن. البته دریافت این ویزا نیازمند رعایت برخی شرایط خاص مثل اثبات تمکن مالی، داشتن سابقه سفر مناسب و نشون دادن قصد بازگشت به کشور مبدأ. با توجه به این شرایط و دقت در انجام مراحل درخواست، میتونید شانس خودتون رو برای دریافت ویزای توریستی کانادا افزایش بدید و تجربه جالب در این کشور داشته باشید.